به نام خدا دومین جلسه مثلثات را آغاز می‌کنیم. جلسه اول بیشتر در مورد نسبت‌های مثلثاتی توضیح دادیم. این جلسه می‌خوایم در مورد زوایا صحبت کنیم. گفتیم دایره مثلثاتی دایره پادساعتگر از اینجا استارت می‌خوره. به این صورت خلاف جهت عقرب‌های ساعت دارم میچرخم. به این میگن ربع اول، به این میگن ربع دوم، ربع سوم و ربع چهارم. محورهای مختصات x و y هر کدوم دو سر دارن. الان x اینه و این، y اینجا و اینجاست. ما به اینا میگیم چهار سر چون چهار دارن. پس من لفظ چهار سر رو قرار زیاد استفاده کنم. منظورم پس از این به بعد چهار سر محورهای x و y هستش. این تا اینجا. میدونیم زوایا رو علاوه بر درجه با رادیان هم بیان میکنن و میدونیم هر 180 درجه مساوی پی رادیانه. ببین 180 نوشته پی، اما 90 نصف 180 میشه پی دوم، یا 270 یک و نیم برابر 180 میشه 3 پی دوم. من اگر از اینجا تا اینجا بچرخم شد 90 180 270. اینجا که دورم کامل میشه 90 تا به 270 اضافه میشه 260 درجه. 260 درجه میشه 2 پی. بنابراین 400 رو تا الان شناختیم، هم با درجه هم با رادیان. مثلا فهمیدیم سر مثبت ایگرگ ها که اینجا باشه میشه 90 درجه یا پی دوم رادیان. اینو تا اینجا داشته باش. چند تا نکته میخوایم این جلسه بگیم، نکات بسیار مهم و کاربردی، و جلسات آینده از این نکات استفاده میشه که باید بریم تست و سوال حل کنیم. دوستان اولین نکته‌ای که میخوام بگم اینه، ما فهمیدیم اینجا میشه 360 درجه معادل 2 پی رادیان. 360 میشه 2 تا 180 تا، پس میشه 2 پی. حالا من 360 رو میخوام ادامه بدم. ببین دور اولم تموم شد، میخوام برم دور دوم. 90 تا به 360 اضافه میکنم میشه 450. 90 تا دیگه اضافه میکنم میشه 540. 90 تا دیگه میشه 630 و 90 تا دیگه میشه 720. پس ما دو دور که میچرخیم به 720 میرسیم. درست شد؟ خیلی خوب. بنابراین ما متوجه شدیم هر دور کامل میشه 360. یعنی از هر نقطه‌ای فرض کن اینجا زاویه من 130 درجه تو دور اول. میرم یک دور دیگه میچرخم میام اینجا. چند میشه؟ 360 رو بهش اضافه کن میشه 490 درجه. پس این از نظر من با 490 درجه برابره. خب اولین نکته که میخوام بگم همینه. من میخوام به شما آموزش بدم این جلسه و جلسات بعد از 0 تا 360 درجه هر زاویه‌ای به شما دادن چجوری سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانتش رو حساب کنی تا 360 درجه. اگر بیشتر از 360 بود چی؟ 360 ازش کم. یعنی اگر صورت سوال به شما گفت سینوس 490 چند میشه، ما 490 نداریم، 360 ازش کم میکنیم. درست شد؟ میشه 130. میریم سینوس 130 رو حساب میکنیم. پس زوایای بزرگتر از 360 اگر طراح سوال به ما داد 360 ازش کم میکنیم تا بیاد زیر 360. این اولین نکته. نحوه برخورد با زوایای بزرگ 360 ازشون کم میکنیم تا کوچیک شن. خب حالا ما از 400 چیا باید بدونیم؟ ما باید بدونیم 0 درجه سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانتش چی میشه. اینا رو حفظ کن. 90 درجه سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانتش چی میشه. یه نکته بگم، من اینجا نوشتم بی‌نهایت. تو کتابای پایه‌های پایین بی‌نهایت نوشتن تعریف نشده. دوستان اگر پایه دهم هستی شما به جای بی‌نهایت بنویس تعریف نشده. ولی در سالهای بالاتر که ما حد و پیوستگی اینا رو هم توضیح خواهیم داد، اینجا دیگه بی‌نهایت استفاده می‌کنیم و علامتش مهم میشه، مثبت بی‌نهایت یا منفی بی‌نهایت. ولی فعلا با این کار نداریم، در آینده در قسمت حد اینا رو توضیح خواهیم داد. بنابراین اینجایی که ما نوشتیم بی‌نهایت ممکنه معلم شما از تعریف نشده استفاده کرده باشه، شما هم از تعریف نشده استفاده می‌کنید. یا اینجا شما باید بدونی 180 درجه یا پی رادیان سینوسش چی میشه، کوسینوسش چی میشه، تانژانت کوتانژانتش چی میشه. اینجا هم به همین صورت.
پس کنار زوایا یک سری مستطیل ها داریم، داخل سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت رو نوشتیم. شما باید حفظ کنید. اما یک نکته بگم شاید اینجوری بیشتر و راحت‌تر رو ذهنت بشینه. دوستان دایره مثلثاتی دایره‌ای بود به شعاع یک. به شما میگن این نقطه رو توصیف کن، میگه ایکسش یکه، ایگرگ هم نداره، صفره. جلسه پیش فهمیدیم این کوسینوسه، این سینوسه. به خاطر همین تو صفر درجه میگن سینوس صفر، کوسینوس یک. یا این نقطه، اینو تو توصیف کن. این ایکس نداره، ایگرگش یک، یعنی کوسینوسش صفره، سینوسش یکه. به خاطر همین اینجا سینوس رو گفته یک، کوسینوس رو گفته صفر. بقیه نقاط هم به همین صورت. پس این اعداد که اینجا نوشتیم از دایره مثلثاتی هم به راحتی قابل اثبات کردنه. اما نکته بعدی. پس اولین نکته این شد ما اگر زاویه بزرگتر از 360 داشته باشیم طراح بهمون بده، نداریم، چون ما 360 رو ازش کم میکنیم بیاد زیر 360. نکته دوم، شما در 4 سر اینجا و اینجا باید نسبت‌های مثلثاتی رو حفظ باشی. نکته سوم، دوستان ما یک توصیفی داریم به نام توصیف کایی، یعنی میایم این 4 سر رو با کا توصیف میکنیم. دوستان به اینجا به سر مثبت محور ایکس ها میگن دو کاپی. بیاین تو این دو کاپی عدد بذاریم. اول کا رو بذاریم صفر، میشه صفر. یعنی چی بذاریم صفر؟ شما دور اول کا صفره، فهمیدی دایره مثلثاتی یک دور، باز میتونی بچرخی دو دور، باز میتونی بچرخی سه دور. دور اول کا صفره، یعنی اگه کار اینجا صفر بذارم میشه صفر. حالا یه دور که میچرخم درست شد، باز میام اینجا. دو دور میچرخم، باز میام اینجا. دور بعدی که دور اول که میچرخی دورت کامل میشه کا یک. اینجا کارو بذاری یک میشه دو پی. دو پی یعنی 360 درجه. باز یه دور دیگه بچرخی میشد 720 درجه یعنی 4 پی. باز یه دور دیگه بچرخی میشه 1080 درجه میشه 6 پی. پس این کا نشون دهنده دورای ماست. پس این کا رو میبینن نمیدونن کا چیه، میگن آقا کا چیه، پای 12 کا استفاده کرده. کا دورامونه. متوجه شدی؟ کا دورامونه. کای صفر استارده، کای یک دورمه. مثلا اینجا توقع داری به این محور چی بگن؟ اگه به این بگن دو کاپی، به این چی میگن؟ خب این محور همین محوره که به اندازه 90 درجه یا پی دوم چرخیده. پس اگر اسم این محور دو کاپی باشه، اسم این محور میشه دو کاپی به علاوه پی دوم. یا اسم این محور چی میشه؟ اگر این دو کاپی باشه، ما از اینجا تا اینجا چقدر میچرخیم؟ 180 درجه یا پی رادیان. پس به این میگن دو کاپی به علاوه پی. این محور چطور؟ باز اگه این دو کاپی باشه، ما از اینجا تا اینجا چقدر میچرخیم؟ 3 پی دوم. به خاطر همین به این محور میگن دو کاپی به علاوه 3 پی دوم. پس به این قسمت میگن دو کاپی، به این قسمت میگن دو کاپی به علاوه پی دوم، به این میگن دو کاپی به علاوه پی و به این میگن دو کاپی به علاوه 3 پی دوم. درست شد؟ پس شما توصیف کایی این 4 سر رو هم باید بلد باشی. آقا این به چه دردی میخوره؟ پای 12 بهت میگیم به چه دردی میخوره، ولی الان برای اینکه یه چیزی تو ذهنت شکل بگیره به چه دردی میخوره، مثلا به شما میگن کوسینوس x یک شده. x چند بوده؟ x چند بوده که کوسینوسش شده یک؟ یعنی x چه زاویه‌ای بوده کوسینوس میشه یک؟ خب شما میدونی، چون اینا رو حفظی میدونی کوسینوس اینجا میشه یک. ببین درست شد؟ میدونیم اینجا زوایای زیادی داریم. صفر داریم، 360 داریم همون دو پی، 720 داریم همون 4 پی و این بهش اضافه میشه. پس باید یه جواب کلی بگی. نمیتونی بگی 0 360 720 یا 0 2 پی 4 پی. به طور کلی میگی ایکسای من بودن دو کاپی که کار اگه 0 بذارم میشه 0، 1 بذارم میشه 2 پی، 2 بذارم میشه 4 پی و الی آخر. درست شد؟ شما دنبال جوابهای کلی، به اینا میگن جوابهای عمومی که پای 12 باهاش آشنا میشیم. فعلا از این قسمت عبور میکنیم تا پای 12 بحثش بهش برسیم. فعلا اینا رو همینطوری حفظ کن که به این محورها چی گفته میشه؟ دو کاپی. دو کاپی به علاوه پی دوم اینجا نوشتم.
2 کاپی به علاوه پی و این محور 2 کاپی به علاوه سه پی دوم که اینجا چند تا کام نمونه دادم تا بدونی داستان چی. این نکته بعدی. در مورد این محور فقط یه نکته‌ای بگم. ممکنه معلم شما 2 کاپی به علاوه سه پی دوم نگفته باشه. به جایی که معلمت سه پی دوم اینوری به چرخه بیاد مسیر رو کوتاه‌تر کنه. پی دوم اینوری به چرخه. پس ممکنه معلم شما این محور رو با 2 کاپی فارسی نوشتیم. با 2 کاپی منهای پی دوم نمایش بده. چه با این نمایش بدن جفتش یکیه. چون ما میتونیم به جای سه پی دوم برعکس بچرخیم، به خاطر این منفی شده. این از این. اما نکته دیگه که در مورد این محور باید بدونیم اینه. در مورد این 4 سر اینجا متوجه شدیم این محور سر مثبت منفیش به چه صورت توصیف میشه، اینجا هم به همین صورت متوجه شدیم. اما بذار این بحث رو اینجا تموم کنم، ببینم پاور بعدی اون چیه، اسلاید بعدی. اوکی، بذار اینم بگم بعد تموم کنیم. دوستان به اینجا میگفتیم رو به اول. تو رو به اول تمامی نسبت‌ها مثبت، اما اینجا رو به دوم سینوس مثبت، بقیه منفی ان. اگر میخوای اینو راحت حفظ کنی از طریق ایکس ایگرگ برو. گفتیم در دایره مثلثاتی سینوس ایگرگ کوسینوس ایکس. خب شما تو این ناحیه هنوز بالایی، ببین اینجا ایگرگا مثبتن، اینجا ایگرگا منفیان. اینجایی که ایگرگا مثبتن پس سینوس مثبته، ببین مثبت شده. اینجا که اومدی زیر محور ایکس ها ایگرگا منفی شدن، سینوس هم منفی شده. یا ایکس کوسینوسه. ما میدونیم سمت راست محور ایگرگ ها ایکس مثبته، اینجا ایکس مثبته، ببین پس کوسینوس مثبت. سمت چپ محور ایگرگ ها یعنی این ناحیه ایکس منفیه، پس کوسینوس منفیه. یا اینا رو حفظ کن یا اینا رو از همین نکاتی که گفتم خودت به دست بیار، هر جور که سلیقته. اما علامت تانژانت کوتانژانت هم یک راه بهت پیشنهاد میدیم. علامت سینوس کوسینوس رو در هم ضرب کنی میشه علامت تانژانت کوتانژانت که مثل همه. اینجا مثبت در منفی میشه منفی. اینجا منفی در منفی شدن مثبت. اینجا مثبت در منفی شدن منفی. پس علامت نسبت‌های مثلثاتی در ربع اول، دوم، سوم و چهارم رو هم شما باید بلد باشی. درست شد؟ پس یک نتیجه بگیریم. اینجا تتا مثبته، اینوری برگردی تتا منفیه. ببین تتای مثبت و منفی کوسینوسش فرق نمیکنه، همواره مثبت. یعنی کوسینوس 20 درجه با کوسینوس منفی 20 درجه فرقی نمیکنه، هر دو مثبتن. ببین چه 20 درجه اینوری بری چه برعکس بری کوسینوس مثبت، اما سینوس نه. 20 درجه بیای سینوس مثبته، منفی 20 درجه یعنی برعکس بری سینوس منفی میشه. یعنی سینوس 20 درجه و سینوس منفی 20 درجه برابر نیستن، یکی مثبته که قرینن، اینجا منفی لازم داره. تانژانت کوتانژانت هم مثل سینوسن. پس یک نکته بگیم و این جلسه‌مون رو تموم کنیم. در نسبت‌های مثلثاتی سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت، کوسینوس اصطلاحاً میگن منفی خوره. دلیلش هم فهمیدیم چرا منفی خوره. چون کوسینوس اینجا و اینجا هر دو مثبته. اما سینوس و تانژانت کوتانژانت منفی خور نیستن. منفی رو میذارن پشت. پس از این به بعد اگر ما داخل کوسینوس اون منفی دیدیم، مثلا منفی 50 درجه، خیلی راحت منفی رو میخوریم، منفی رو برمیداریم، مینویسیم کوسینوس 50 درجه. هیچ فرقی نمیکنه، انگار منفی ما خیلی راحت میشه مثبت. اما در مورد سینوس و تانژانت کوتانژانت این گونه نیست. اگر شما داشته باشی مثلا سینوس منفی 50، منفی رو باید بذاری پشت، یعنی برابر با منفی سینوس 50. پس سینوس و تانژانت کوتانژانت منفی رو میذارن پشت، اما کوسینوس منفی رو میخوره. یعنی اینکه کوسینوس منفی 50 میخوردش، برابر با همون کوسینوس 50. ما دیگه اینجا منفی نمیذاریم. اما در سینوس تانژانت کوتانژانت
منفی اگر داخل بود بر میداریم میذاریم پشت به این صورت.